سلام دوستان، حالتون چطوره؟ جمعه هفته قبل که 10 یا 11 مرداد میشد با باج ناقوس سلطنه یه سفری یه روز رفتیم به بلندی های البرز، ارتفاعات البرز. از سمت قزوین شروع کردیم، رفتیم پیچبون و بعد 3000 رو رفتیم پایین و بعد تونکاون و انجام تغییر مسیر دادیم دیگه. به جای جاده چالوس رفتیم از عباس آباد به کلاردشت. این فیلمی که الان دارید میبینید جاده عباس آباد به کلاردشت، دوستان مازندران. من در پس زمینه این فیلم خب تو راه ما آهنگ گوش میدادیم، آهنگای ایرانی، خارجی، ترکی، عربی مخلوط داره، تو فلشمن هست. بعد آهنگای از سلندیون به ترتیب پخش شد. خب این آهنگا شامل قانون کپی رایتی هست که توییتر شوربختانه سفت و سخت پاش وایستاده و اجازه کوچکترین خطایی را به هیچ کس هم نمیده. و من این فیلم ها رو در واقع یه تیکه هم گرفته بودم در پس زمینه، همچنان که حواسم بود که آهنگ کامل پخش نشه، همینجوری یه ذره چیز میکرد، پلی میکرد، من نکست و دکمه نکست رو پلیر میزدم. ولی خب بعد از اینکه آپلود کردم در واقع چیز داد به من، اخطار کپی رایت داد و من دیگه دیدم اگر تعداد اخطارم زیاد بشه امکان داره که اصلا پورتفو رو ببندم. ویدیو رو حذف کردم و صدای اصلی این ویدیو رو هم که دارید میبینید قطع کردم و خودم دارم صحبت میکنم. این جاده یکی از زیباترین جاده ها اگر نباشه که قطعا هست، یکی از بهترین لوکیشن ها برای فیلم برداری، یکی از بهترین جاها برای در واقع داشتن اوقات خوش و در کنار خانواده بودن هست. بعد ما هم تصمیم گرفتیم از این جاده بریم. درست یه خورده در واقع طولانی تر کرد مسیرمون، ولی خب ارزش اینو داشت که ما این جاده رو بریم. این جاده در شب به علت نورپردازی هایی که کردن اون کافه دارا، این چتر درختا، فوق العاده است، فوق العاده است. من یک بار دم غروب از این جاده گذشتم، یعنی پریومیش بود، هنوز معروف شب نشده بود، ولی خب این در واقع تصاویری که تو ذهنم مونده از اون تایم در واقع روز فوق‌العاده دیدنی بود، فوق‌العاده زیبا بود و همیشه در دلم بود که یه بار دیگه این جاده رو در اواخر روز، دقت کنید، اواخر روز برم و فیلم برداری کنم و تقدیم حضورتون میکنم. که متاسفانه به علت این که ما جمعه رفته بودیم توی این مسیر و شما میدونید که تهرانیا جاده چالوس کلا در اختیار اوناست، ترافیک عجیب غریبی داره که ما هم افتادیم تو ترافیک. ما زودتر در واقع وارد این جاده شدیم که با این نیت که زود به کلاردشت برسیم و از اون ور زود وارد جاده چالوس بشیم، دیگه ترافیک جاده چالوس نرسیم. ولی خب متاسفانه اون این جاده رو که تمام کردیم، هر چقدر اینجا لذت برده بودیم و کلاردشت هم که خلوت بود، وسط روز خبری نبود، هرچند که پایان هفته بود و آخر هفته جمعه اینا بود، ولی خب خیلی خلوت بود. ما راحت از کلاردشت رد شدیم، بعد وارد مرزن آباد که شدیم یه ذره اومدیم جلو افتادیم تو ترافیک. اولش گفتیم تصادف شده، چون من 7-8 سالی بود که جاده چالوس نرفته بودم، مثلا در واقع غریبه بودم دیگه، نمیدونستم داستان چیه. ببخشید. بعد من و باجن آقام هر دو ماشین یه خورده آمپرش رفت بالا، کشیدیم کنار. هلوش 1 ساعت ما وایستادیم که ساعت 5 جاده یک طرفه شد و ما جاده چالوس اومدیم پایین. ساعت 10:30 رسیدیم. یعنی ما نظرمون بر این بود که این جاده چالوس و زیبا، این جاده که الان دارم براتون در واقع نریشن میکنم، بریم فیلم برداری کنم، من فیلم بگیرم، بعد بریم جاده چالوس من فیلم بگیرم، از گچسر دیگه پایین تر نریم.
بپیچیم از ده امام چشمه به سمت طالقان و میانبار بزنیم دیگه، نیافتیم این ترافیک پل خواب و اینا، به ترافیک داخل خود کرج دیگه نیافتیم که متاسفانه چون خیلی دیگه تو ترافیک موندیم و موقعی رسیدیم به ده امام چشمه تو جاده چالوس گچسر که میبینید اینایی که میگم نور پردازی کردن اینا هستن، اینا شب فوق العادن. موقعی که رسیدیم گچسر دیگه به قول معروف تایم تاریکی شده بود، شروع شده بود و ما به خاطر اینکه میخواستیم از ییلاق رد بشیم و ییلاق عبور و مرور آنچنانی نیست، فقط در طول روز آفرودی ها، موتوری ها و یا احیانا گله‌دارها برای بردن شیر و اینا سرکشی به چوپاناشون انجا هستن و ما ترسیدیم که چون ماشین میخورده جوش آورد باز در آورد دیگه نتونستیم سمت طالقان بریم، جاده چالوس اومدیم پایین و دوباره من بخاطر اینکه تو ترافیک گیر نکنیم پیشنهاد دادم که از روبروی رستوران دیپلمات جاده آتشگاه بریم بالا. جمعه بود، ما میگم که 7 سالی بود من این جاده رو نیومده بودم، چالوس منظورم و آتشگاه اصلا ترافیکش خیلی غیر معمول بود که چشم منم چون چشم راست من میخواد چشم چپ من مشکل چیز داره، آب مروارید داره، نور افتاده بود، اصلا احساس کردم چشم به جوش افتاده، جوشکاری احساس کردم داخل چشم ماسه رفته. درست اومدیم افتادیم تو برقان. بعد برقان من انتظار داشتم تو برقان تو ترافیک بیافتیم تو اون کوچه تنگه که نبود، بعد برقان افتادیم تو ترافیک یعنی جاده ای که ما در یه روبه باید میتونستیم بیام دقیقه 1 ساعت اومدیم ببخشید. بعد ساعت 10:30 شب رسیدیم به خونه که با سرزنش عیالان مواجه شدیم. بگذاره میارزید، اشکال نداره که من به ترتیب این فیلم های جاده چالوس و بعد اینجا رو بر شما آپلود خواهم کرد، انشالله که لذت ببرید. پرست و این تجربه ای شد که من دیگه در طول سفر موقع فیلم برداری اصلا هیچ آهنگی رو در واقع پلی نکنم و فقط خودم حرف بزنم و اگه آهنگم پلی میکنم در حد 7-10 ثانیه باشه که یوتیوب گیر نده، گیرای علکی نده بهمون، بعد که بتونیم لذت ببریم و امیدوارم در سفرهای بعدی هم همراه من باشید. این جاده بسیار بسیار زیبا، سربالایی تندی هم نداره، میبینید سربالایی خیلی ملایمی داره، هر دو طرف جاده جنگل، چتر جنگل، شما اصلا هیچ اذیت آزاری تو این جاده نمیبینید، هر چقدر میری بالاتر خنک‌تر میشه. بعد فوق العاده عالیه، از وسط عباس‌آباد خیابون دست راست میپیچه سمت این جاده فوق العاده زیباییه، توصیه میکنم به اتفاق خانواده، اتفاق دوستان مجردی و با دوستان دیگرتون که اسمشون رو نمیتونم بیارم بتونید بیاد اینجا لذت ببرید، حالشو ببرید. واقعا جاده زیباییه، به 10 بار اومدن رفتنش میارزه، چه از سمت کلاردشت بیاید چه از سمت عباس‌آباد به سمت کلاردشت برید، این جاده ارزش چندین بار اومدن، چندین بار اینجا جوج زدن، کباب خوردن، ویسکی و شامپاین باز کردن در واقع داره که بیاید، ارزشو داره. توصیه میکنم بیاید، ولی خب وسط هفته بیاید، آخر هفته بیاید. اینجا هم ترافیک شدیدی هست، همین که برگشتنی خستگیتون در واقع دوبله خواهد شد. توصیهم بر اینه که در تایم وسط هفته بیاید، تایمی که از یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه در واقع منظورمه، شاید چهارشنبه دیگه شهرستانی ها میان، پنجشنبه جمعه تهرانی ها میرسن و دیگه خیلی شلوغ میشه، نمیتونید لذت لازم رو ببرید و دوربرتون شلوغه. حیفه که تو این جاده آدم دوربرش خیلی شلوغ باشه، خلوت باشه، دیدنی هاش زیادن تاب بازی داره، تابایی که 50 متر میره این ور اون ور جاده، فوق العاده تماشاییه. بعد مثل جاده از سالم به خلخال، از جاده از سالم به خلخال زیباتره به نظر من،
من مشتری دائمی اون جاده هستم به خاطر ییلاقی که اونجا داره. ییلاقشو دوست دارم، فوق العاده دوست دارم، به خاطر عکاسی، به خاطر منظره هایی که داره، به خاطر شقایق هایی که داره و گلای خارپنبه‌ای که اونجا هستش و بعد در واقع خیلی دوست دارم. ولی خب من این جاده رو ترجیح میدم، چون اصلا جاده از سالن خلخال خیلی دوره، دسترسی بهش خیلی سخته. شما اینقدر میرید که به 10 کیلومتری خلخال میرسید. عملا دیگه از استان گیلان خارج میشید و از خلخال میتونید برید اردبیل، از جا میتونید برید سرین و بعد از جاده در واقع مرزی گردن حیران برگردید که اون جنوب آذربایجانه و این برم ایران. شما یعنی بغل سیم خاردارهای مرز میاید پایین. ولی خب این جاده زیباییش الان میبینید اینجا نورپردازیه، شبا فوق العاده است، فوق العاده است. یعنی من هر چقدر بگم شما هیچ تصویری از اون شبش تو ذهنتون نخواهد، چون باید اینو بیاید ببینید تا ببینید منظور من از در واقع مسافرت دم غروب یا شبش چی هستش. امیدوارم که با همسر و فرزندانتون، دوستانتون، با هر کسی که دوست دارید تو این جاده باشید، بیاید بعد خوش بگذره. نصف ثوابش رو هبه کنید به من که این جاده رو به اونایی که اومدن تأکید مجدد میکنم برای اومدنش، به اونایی که نیومدن یعنی سفارش اکید دارم که این جاده رو حتما بیان ببینن، لذت ببرن. فوق العاده است. من به شخص سیر نشدم، قطعا شما همین اتفاق براتون خواهد افتاد. بعد انتهای این جاده میرسه به کلاردشت. کلاردشت زمین و زمان ویلاست، کوه، دره، تپه، هر جایی که یک مثال 1 متر 1 سانت جا تونستن درست کنن با بریدن از کوه، با خاک برداری، خاک ریزی و هرچی خاک بر سری به قول معروف، و تونستن یه جای ویلای برای خودشون بسازن. ویلای فوق لاکچری اونجا هست، یعنی جاهای ویلا ساختن که یعنی عملا نمیدونم دیگه با هلیکوپتر مساله بردن، با چی بردن خدا میدونه. و یعنی ماشینایی که ما داریم اونجا رفتنشون جزو مکافاته. ماشین خالیه، مثلا 10 چرخ کمپرسی که مساله ببره اونجا خالی بره مکافاتش برسونه، با بار بره. خب بردن ساختن دیگه. قول انگلیسی ها مانی دو یعنی پول هر کارش انجام میده. بعد امیدوارم برید ببینید. خود کلاردشت از نظر من زیبایی خاصی نداره، فقط موقعیت جغرافیایش خیلی عالیه. از این ور به جنگل وصله، از اون ور به کوه وصله، از سمت غربش به بلندترین کوه در واقع منطقه وصله. به علم‌کوه منظورمه. یال شرقی علم‌کوه به کلاردشت نگاه میکنه، یال غربیش به دره 3000 و پیچبون و در واقع به پرچان در طالقان که با پیاده روی از سمت پرچان میشه رفت. یک روز و نصفی زمان میبره. میرن اونجا، آب گرم داره، استراحت میکنن، کوهنوردی میکنن. کلاردشت یکی از سخت در واقع گذرترین کوههای منطقه البرز، سنگلاخی گرده آلمان ها خیلی معروفه که هر کسی نمیتونه بدون امکانات از اونجا رد بشه بتونه صعود کنه. خیلی سخته. منظره زیبایی داره، حصار چال داره، نمیدونم یخچال های دائمی داره. من نرفتم، نه، من آدم کوهنوردی نیستم. من گلگشت رو دوست دارم. من حال و حوصله رفتن اون ارتفاعات رو ندارم، یعنی توانشم ندارم. علاقه که ندارم، هیچ توانشم ندارم. و در خدمت شما اینجا یه خانواده بودن کنار جاده که وضعیت مناسبی نداشتم، من نخواستم فیلمشون بیفته. خورده دوربین چرخوندم، آره این اتفاق افتاد، هیچ اتفاق خاصی نبود. داریم به کم کم به آخرای چیز میرسیم. اینجا جای صاف شیب نداره. آخرای جاده میرسیم و دیگه چی بگم، بعد از اون کلاردشته. بعد دیگه کلاردشت رو رد میکنیم، میفتیم به مرزن آباد، اول جاده چالوس. امیدوارم که بیاید ببینید. زیبایی های ایران تمامی نداره، هرچند که نذاشتن دیگه زیبایی بمونه.
ترسم چند سال باید دیگه دریام خوش بشه، دریای مازندران به این عظمت و بزرگی، هرچند که نشانه های خوش شدنشان از همین الان پیداست. میگن روسیه بر روی رودخانه ولگا که بزرگترین رود ورودی به دریای خزر هست سد بسته، آبا رو داره در واقع نگه میداره، چون میدونید که جنگ های آینده در خاورمیانه بر سر آب خواهد بود. از همین الان دارن یه کارایی میکنن که اون اتفاق در واقع یا زودتر شکل بگیره یا اگه اتفاق افتاد بتونن باج بگیرن، بتونن لیتری خدا توان بفروشن به کشورهای مثل ما که در واقع زماندارامون احمقن. آره امیدوارم پرگویی و پرچانگی منو ببخشید. بعد مجبور بودم قانون سفت و سخت کپی رایت یوتیوب رعایت کنم، چون اخطار میگرفتم، پرچم میداد بهم، شاید کانال بسته میشد، حیفم میومد این فیلم ها از دست بره دیگه. نخواستیم سلندیان باشه تو فیلم های ما. آره این سفر ما بود. الان یواش یواش داریم میرسیم به خود کلاردشت، گوشه ای از کلاردشت رو خواهیم دید. بعد انجا بعدم که دیگه جاده چالوس شروع میشه، اون فیلمش جداست. بعد اونجا من آهنگای در واقع انگلیسی استفاده نکردم، آهنگای فارسی استفاده کردم متناسب با حال هوای جاده. بعد که انشالله امیدوارم اونام اخطار دریافت نکنن، چون قبلا استفاده کرده بودم اخطار دریافت نکرده بودم. بعد یه لحظه باجناق بنده رو دیدید. بله داریم میرسیم به کلاردشت. آره رسیدیم به کلاردشت. الان یه کلمه 20 ثانیه دیگه خود کلاردشت هم خواهید دید دیگه. کلاردشت گفتنی نداره، نظر من ویلا دیدن نداره، شهرهای مکعب مستطیل همه یکی هم. این هم کلاردشت، ورودی به کلاردشته. همون بالا رو ببینید که ویلاها شروع شدن، زمین و زمان ویلا، چه مکاروده یه روستایی قبل از در واقع کلاردشت اسم منطقه است که اسم شهرش هم در واقع مرکزش هم از رو همین برداشتن. اینجا زمین و زمان میبینید، کوه رو برو رو ویلاست، اصلا جاهای ویلا ساختن که با عقل چند جور در نمیاد. امیدوارم لذت ببرید از دیدن این همه منظره، این همه ویلا. پرگویی پرچونگی هم ببخشید. تا دیدار بعدی.